بازم نشستی رو برون مات تماشای تو توی چشات خیره میشم. صدای محستی رو همه شنیدن، اما چند نفر واقعا زندگیشو میدونن؟ بانویی که با لبخندش دل میلیون ها نفر رو برد، اما پشت صحنه با دردهایی زندگی کرد که هیچ وقت فاش نکرد. امروز در حاشیه باران میریم سراغ زنی که صداش طلایی بود، اما سرنوشتش تلختر از هر ترانه‌ای که خوند. که من هنوز یادتم، با آه سینه سوز یادتم، شب یادتم، روز یادتم، فدات شم. خدیجه یا افتخار دده بالا با اسم هنری محستی در آبان 1325 در محله‌ای به نام عین‌الدوله شهر تهران به دنیا آمد. پدرش محمد باقر تبریزی بود و مادرش زینت بلغاری اهل رشت بود. محستی 2 ساله بود که پدرش رو از دست داد و یکی از برادران ناتنیشون سرپرستی اونها رو به عهده گرفت. از بچگی به خوانندگی علاقه داشت و صدای خوبش رو از مادرش که مولودی خون سفره‌ها و مراسم‌های مذهبی بودن به ارث برده بود. محستی 4 سال از خواهرش کوچیک‌تر بود، ولی خیلی زودتر از خواهرش هایده وارد دنیای خوانندگی شد. اگه دوست داری بدونی چرا مسیر این 2 خواهر از هم جدا شد، حتما بعد از این ویدیو داستان هایده رو هم ببین. لینکش رو توی دیسکریپشن همین ویدیو قرار میدم. محستی نسبت به هایده تو سن بالاتری ازدواج کرد و زمانی که تصمیم گرفت به صورت حرفه‌ای دنبال خوانندگی بره مجرد بود. خانواده اصلا راضی به آواز خوندنش نبودن، مخصوصا برادرش اکبر. البته تو اون زمان بیشتر خانواده ها آواز خوندن رو برای زن مناسب نمیدونستن. با این وجود محستی تسلیم مخالفت ها نشد و ادامه داد. از قضا بین دوستان آشنایان اونها زنی بود که ندیمه تاج الملوک مادرش شاه بود و این باعث شد که 2 خواهر به کاخ راه پیدا کنن. بعضی شبها ملکه مادر بزم خصوصی راه مینداخت و گروهی نوازنده و خواننده تو اون محفل هنرنمایی میکردن. گاهی اوقات هم محستی و هایده بین آوازخونهای معروف به تشویق احترام الملوک وارد میشدن و خودی نشون میدادن. توی همین رفت و آمدها بود که در نهایت محستی با تعدادی از هنرمندان مطرح اون زمان مثل حبیب الله بدیعی و پرویز یاحقی آشنا شد. یاحقی بعد از شنیدن صدای محستی تصمیم گرفت که یکی از ساخته‌های خودش رو با صدای محستی ضبط کنه. اینطور شد که محستی در سن 19 سالگی نخستین فعالیت هنری خودش رو توی برنامه گلها با خوندن ترانه آنکه دلم را برد خدایا از بیژن ترقی شروع کنه و تونست با اولین اجرا تو اون سن کم به خواننده‌ای معروف در بین مردم تبدیل بشه. هیچ میدونستی اسم محستی رو بیژن ترقی بر اساس اسم محستی گنجوی شاعر معروف قرن 6 انتخاب کرده؟ هنر محستی در موسیقی کلاسیک ایرانی عمر زیادی نداشت. اون تصمیم گرفت موسیقی پاپ رو کار کنه، تصمیمی جسورانه برای یه زن در دهه 50 که جهانبخش پازوکی آهنگساز مشهور هم توی این تصمیم نقش پررنگی داشت. اولین کاری که پازوکی تو این سبک برای محستی ساخت ترانه بچه نشو ای دل بود. بعد از اون حدود 60 آهنگ دیگه هم ساخت. یکی از ترانه‌های ایشون راز خلقت بود که با فروش بیش از 150,000 صفحه در زمان خودش یکی از پرفروشترین آثار موسیقی ایرانی بود و نشان از محبوبیت عظیم محستی در بین مخاطبهای اون زمان داشت.
او با بیش از 35 آلبوم و 200 ترانه یکی از پرکارترین خوانندگان ایرانی محسوب می شد که البته هنوز هم آثارش در میان نسل‌های مختلف طرفدار داره. مهستی 2 بار ازدواج کرد. اولین بار سال 1346 در 21 سالگی با کوروش ناظمیان که اهل کرمانشاه و رئیس شرکت واحد بود ازدواج کرد که ثمره این ازدواج تولد دختری به نام سحر شد. در نهایت چند سال بعد این زندگی به خاطر علاقه کوروش به فیروزه که دوست مهستی هم بود به طلاق ختم شد. مهستی که علاقه زیادی به همسرش داشت با این طلاق خیلی ناراحت میشه و ترانه‌های بیاخونه، بازیچه و دلقک رو که خطاب به کوروش ناظمیان بود خوند. نقش عشق و آرزو از چهره دل شسته بود. کوروش ناظمیان بعدها به علت مشارکت در کودتای نقاب سال 59 دستگیر و اعدام شد. منوچهر بیبیان صاحب تلویزیون جام جم گفت فردای اون روزی که کوروش اعدام شد تلویزیون برنامه داشتیم. مهستی و شماعی زاده با هم داشتن ترانه میریم ایران دوباره رو اجرا می کردند که دیدیم مهستی در تمام مدت اجرا اشک می‌ریخت. مدت‌ها گذشت و برای بار دوم با بهرام سنندجی صاحب کارخانه کفش ازدواج کرد که اون هم دوام نیاورد و به طلاق ختم شد. بعد از این 2 جدایی مهستی تصمیم گرفت تنها زندگی کنه و همراه با مادرش در محله فرمانیه تهران ساکن شدن. مهستی بعد از انقلاب 57 از ایران خارج شد و به لندن رفت و سال 58 به آمریکا مهاجرت کرد و تا پایان عمر در سانتا روزا زندگی کرد. اونجا فصل جدیدی از زندگی هنری شروع شد و تونست با آهنگسازای معروفی مثل شماعی زاده، منوچهر چشم آذر، صادق نجوکی، محمد حیدری، اسدالله ملکوت و همینطور انوشیروان روحانی همکاری کنه. آخرین آلبومی که ازش منتشر شد نتیجه همکاریش با شادمهر عقیلی بود و این رو موفقیت بزرگی میدونست. میگفت از طریق آلبوم از خدا خواسته نسل جدید با من ارتباط برقرار کرد و من رو شناخت. در سال 1382 مهستی متوجه شد که به بیماری سرطان روده مبتلا شده. به مدت تقریباً 4 سال بیماریشو از مردم پنهون نگه داشت. پزشکا بهش هشدار داده بودن در صورتی که شیمی درمانی و یا دوز داروها رو بیشتر کنیم ممکنه صدا دچار آسیب بشه و این موضوع به شدت اون رو نگران کرده بود. با وجود این به خاطر صداش انتخاب شیمی درمانی خفیف بود. بی خبر ماندی حالم زان چمد بر سر من. با این حال در نوروز سال 1386 پس از چندین روز اجرای برنامه و کنسرتی که قرار بود به همراه ستاره و گلپا در دبی برگزار بشه بیماریش عود کرد و نتونست اون کنسرت رو شرکت کنه. به همین دلیل اون به سرعت به لس آنجلس برگشت و در یک برنامه تلویزیونی که توسط نادر سالارپور برادرزادش اجرا میشد حاضر شد. تو این برنامه مهستی با دختر و نوه‌هاش ناتاشا و ناتالی و همچنین پزشک خانوادگیش برای اولین بار به طور علنی اعلام کرد که به بیماری سرطان مبتلاست و نیاز به پرتو درمانی داره. بعد از اون مهستی به همراه دخترش به شمال کالیفرنیا سفر کرد و توی بیمارستان مجهز در سانتا روزا که متعلق به همسر سحر بود بستری شد. این بیمارستان به عنوان یکی از بهترین مراکز درمانی تو اون منطقه شناخته می شده و مهستی امیدوار بود که بتونه دوباره به زندگی عادی خودش برگرده، اما نشد.
و سرانجام دوشنبه 4 تیر 1386 در سن 60 سالگی درگذشت. پیکر محستی بعد از انتقال از شمال کالیفرنیا روز جمعه 8 تیر 1386 در گورستان وست وود لس آنجلس به خاک سپرده شد. سال 1402 شادمهر عقیلی ترانه‌ای به نام تماشا رو منتشر کرد که خودش هم آهنگسازش بود و هم خوانندش. جالبه که این ترانه از جمله آثاری بود که برای محستی ساخته شده بود، اما به دلیل بیماری و فوت ناگهانی اون هرگز به مرحله ضبط نرسید. بعد از انتشار این ترانه با استفاده از هوش مصنوعی صدای محستی روی این اثر قرار گرفت و به گوش مخاطبان رسید. بازم نشستی رو گرون خاک تماشای تو. ممنون که تا پایان ویدیو همراه بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید و اگه تا به حال عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما حمایت کنید.